مدرسه شهری دوشنبه در موسم امساله چمپیونات فوتبال کشور به حساب میرود. بازی از مرکز میدان آغاز می شود. تیم میزبان خوجند بازی را آغاز میکند. زود به هیئت دسته ها گل زنند و شاید امروز ما اکنون شاهد شویم که خوجند یا کلوب مرکزی ورزش ارتش به دروازه یک دیگر گل زنند. حالا اینجا داور به نقطه ضربه پنالتی اشاره میکند. داور به نقطه پنالتی اشاره میکند. دوستان داور اجازه میدهد. توجه به عبدالخلیل بورانوف ضربه را به خطا اجرا میکند و حساب در بازی دستای کلوب مرکزی ورزش ارتش و خوجند کشاده می شود. 1-0 بالاخره پس از دو بازی به گل که این دو باشگاه داشتند نهایت باز هم توسط کناری راست آنها به حمله میگذارند. امکانیت پیدا میشد فرصت برای دسته ارتشی ضربه اجرا کرده می شود و چه امکانیتی را از دست میدهد اولا برای حفظ توپ رو به بازی در آورد. ارگاشف فرصت پیدا میشد برای بازیگران دسته خوجند و اینجا داور اشاره میکند که جهانگیر ارگاشف خواهد بازی رو ویران کرده است. برای ارتشیا باید متوجه میشه به همین فرصت. فشار میارند بازیگران دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش. ضربه از همین مسافت اجرا کرده شد و یک فرصت دیگر پیدا میشد باز هم برای نیکولا و اکنون اینجا ضربه از همین مسافت اجرا کرده شد. بسیار هم ضربه قوی از جانب خوجند. جهانگیر ارگاشف با توپ است میتواند هجوم دسته خوجند را اندازی کرده شود. فرصت پیدا میشد ضربه اجرا کرده شد و چگونه از این امکانیت استفاده برده نمیتواند فیروز قرایف. بسیار هم خوب با بازیگذاری توپ به بازی در آورده شد. جهانگیر فرصت هست ضربه اجرا کرده می شود و پالوتر از دروازه توپ از میدان بیرون شد. با توپ اصلا جهانگیر ارگاشف پس جهانگیر ضربه اجرا کرده می شود از جانب برای نگاه داشتن نتیجه بازی تلاش میکنند. یک فرصت پیدا می شود برای بازیگران دسته خوجند و خط گرفته شده است. فرصت پیدا میشد برای بازیگران دسته خوجند. ضربه از جانب امانوئل گاروبا. بازیگران دسته خوجند به متوجه میشیم به این حمله که دارند بازیگران دسته خوجند. فرصت پیدا میشد ضربه اجرا کرده شد باز هم از جانب امانوئل به همین حالت و اکنون اینجا باز هم موفق نمیشود امانوئل. فرصت پیدا میشد برای امانوئل ضربه اجرا کرده می شود و گل. امانوئل گاروبا نهایت میتواند که حساب را در دقیقه 86 بازی مساوی کند. نفری که از ذخیره به میدان آمد، نفری که تلاش کرد، کوشش کرد و نهایتا موفق شد که اومده دیبیوت کردن و با این ترتیب امانوئل گاروبا از ذخیره به میدان آمد. در بازی دیبیوتی باشد به زدن گل دست یا فرصت پیدا میشد بازم برای دسته خوجند. باید متوجه میشم چگونه این فرصت رو از دست میدهد. ضربه از همین مسافت مستقیم اجرا کرده شد و پالوتر از دروازه با اولین نتیجه مساوی نوئل میشوند. با همین دوستان عزیز بازی دسته خوجند و کلوب مرکزی ورزش ارتش به انجام میرسد. نتیجه مساوی بازی دسته به انجام میرسد. ما نیز گزارش مستقیم خود را در ورزشگاه اسپارتاک به انجام میرسونیم. با شما بودم من شورای فریدون سفرزاده. صحتمند و پیروز و پیگیری دیگر بازی لیگ اولی ببینید. خیر.